سنگها را بستند و سگها را رها کردند. امروز 25 مهر 1402. میخواهم در رابطه با این کتاب، چاپ این کتاب کدام راه، و همینطور مختصری در رابطه با کتاب‌های دیگری که منتشر شده و یا منتشر نشده و در اداره سانسور وزارت ارشاد هست و حواشی آن و اتفاقاتی که افتاده صحبت بکنم و تا برای ثبت در تاریخ این کتاب کدام راه چند سال پیش نوشته شده. آخرین نمایشگاهی که کرونا هنوز نیومده بود توی زندگی مردم چاپ شد. تو اون نمایشگاهی که آخرین نمایشگاه، این چند سال پیش، حالا من حضور ذهن ندارم، آخرین نمایشگاهی که کرونایی توی دنیا نبود، تو نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شد از سوی انتشارات آوای کلاه همراه با این کتاب منافع ملی من و تو. این دوتا با هم در آخرین نمایشگاه کتاب بدون کرونا عرضه شد. بعد متوجه شدم کتاب 150 صفحش ناقص چاپ شده با فونت بد. بعد همون موقع من اعتراض کردم، مدیر مسئولش فهمید و گفت اشکال از اونایی که کار تنظیم اینا کردن، ما حواسمون نبود و اشتباهی رفته و از این حرفا. بعد قرار شد که کتاب جمع آوری بشه و چاپ بشه. سال بعد چاپ نشد. خب کرونا هم اومد، قوز بالا قوز مضاعف. هر دفعه به یک بهانه، مشکلات اقتصادی هم که پشتبند این مسائل همیشه هست و از این مسائل، تا بالاخره امسال چند روز پیش قرار بود توی نمایشگاه گذشته بیاد که نیومد. چند روز پیش بالاخره این کتاب منتشر شد در 200 صفحه. متوجه باشید 200 صفحه، اگر می‌خرید 200 صفحه بخرید، کتاب قدیمی رو نخرید. مشابه این کتاب و مشابه منافع ملی و من و تو و مشابه عشقانه که اونم کتاب که از ستاش انتشارات آوای کلاه چاپ کرده، اگر جایی متوجه دیدید مشابه این کتاب دیدید، سرقته، حتما سرقته. این کتاب ها هر کدومشون چند سال طول کشیده تا چاپ شده با بهانه‌های مختلف. نه این کتاب های دیگه هم همینطور. من یه مختصر در رابطه با کتابام توضیح بدم، بعد میخوام مسئله حرف اصلیمو بزنم. اولین کتابی که چاپ شد اینه، از من چاپ شد اینه، حرف‌های زدنی و نوشته‌های نوشتنی از یک نویسنده و روزنامه‌نگار اصلاح طلب مسافرکش. او مسافرکشی هم می‌کرد. بعد ما هر جا رفتیم یه مدتی ما رو علاف می‌کردن، هر انتشاراتی تا با اسم ما برخورد می‌کردن، ظاهراً سفارش کرده بودن. حال ما میگیم حالا ما تمام ما یکی اینا رو می‌ذاریم پیش هم دیگه که بعد متهم به توطئه نشیم یا بیا لاجرم هم قبول نکنیم که ما سیاست. اولین کتاب چیکار کردن؟ هر انتشاراتی دووند. این برای اینطوری وقت صرف میشه اصلا کتاب تا بیاد این قبول بکنیم که چاپ میکنه. ما هم که پولی نداشتیم، ما حالا همین حالاش هم زندگیمون آهی در بساط نداریم. اگه کمک دیگران نباشه که ما بالمعطلیم این شرایط اقتصادی. بعد گفتم چیکار کنم، با کمک مالی که از دوستان یه انتشار که اینام تقریبا دوست بود چاپ شد، به عنوان ناشر مؤلف چاپ شد.
خب من فکر کردم که حالا اسم انتشارات خودش رو میزنه و آدرس توزیع و این چیزا رو میزنه که، اما هیچی نزده بود. اینکه خودم حالا یه مقدارش مون هنوزم هست، یه مقدارش هم که خودم تو حین مسافر کشی و این ور یا فروختم یا هدیه دادم. بعد اومدیم این کتاب 3 جلده، شرکت انتشارات قلم. بعد بدونی که به من بگه قبلا هماهنگ کنه، یک طرحی زده که شبیه همه 3 جلدش، یعنی شما متوجه نمیشه این کتاب از 3 جلد منتشر شده. بعد شرکتی که بیش از 40 سال سابقه داره بگه موزع این کتابو توضیح نمیکنه. یا شما خودتون موزعید، خودتون سابقه دارید، کتابای مهمی چاپ کردید تو سابقه‌تون، چطور؟ بعد توی نمایشگاه هم یه بار آورد، بعدش هم گفت اومدن جمعش کردم. همین کتابم به انواع، هیچ کس هم رسما مسئولیت چیزشون رو به عهده نمیگیره، گفتک زدنشون. همه یه جوری میخوان هماهنگ کنن که ما سیاس، و اگه ما بگیم فلانه طراحی شده، هماهنگ شده، بدون که بخوام مسئولیت رفتارشون به عهده بگیرن، میگن تو متهم به توری توطئه میشی از این حرفا. خب چند تا کتاب باید این اتفاق بیفته؟ حالا این 2 تا کتاب، 3 تا کتاب، حالا عشقانش حالا همراهم ندارم، من خودم هم ندارم، با این چند سال طول کشیده تا چاپ شده، هر کدوم 4 سال 4-5 سال طول کشیده. خب اگر دیدی هم مشابه این کتاب هست حتما سرقته. خب چند تا کتاب باید این اتفاق بیفته؟ بعد کتابای دیگه هم که تو وزارت ارشاد مونده، یعنی حدود 10 جلد کتاب توی وزارت ارشاد مونده که مجوز چاپ نمیدم، اونا مشخص مجوز چاپش نداره. بعد میبینیم توی این مملکت قدرت اقتصادی، قدرت مطبوعاتی، قدرت رسانه‌ای، قدرت انتشاراتی، اون چیزایی که میتونیم بیان کنیم تقسیم شده بین 2 دسته. حالا ما اینجا جناح چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و اینا رو که با مشتقاتشون که ازشون زاییده شده کار نداریم، ما عوامانش میگیم. مملکت رو هر سالم که داره میره از اول انقلاب تا خالص سازی کردن دیگه، یعنی خودی غیر خودی کردن، بعدش هم همون خودی ها یک سری دیگه رو غیر خودی کردن، همون غیر خودی ها دوره همطوری تصفیه تا خالص سازی میشه. حالا مملکت کیه داره میکنه؟ این کم سواد، بی سواد، اسکل، ریاکار، منافق، پاچخار، مقدس مآب، حقه باز و شارلاتانا که بهره اقتصادی فقط همین چند درصد و یه عده از قبل اینا به عنوان کلاشم آزادی خواه و حقوق بشر و فلان و این حرفا که همشون همه چی هم دارن، اینا ماله میکشن، کارشون ماله کشیدن، کار اوناست که بمونن. و اینجا امثال ما محرومیم، از همه چی محرومیم. حتی سلام که تعطیل شد، روزنامه سلام که تعطیل شد، هیچ کدومشون یک کلام درباره من حرف نزدن. و اون انجمن صنفی روزنامه نگارا که حالا رئیس سابقش و خانواده‌اش در خارج کشور کارشناس BBC هستن، سکوت کردن، در صورتی که همون موقع که من تو زندان بودم بعد از تعطیل سلام برای 2 تا از بچه‌هایی که نشریه شرمچه بیانیه صادر کردن. تو میدونی، شما میدونی که نشریه شرمچه و انصار حزب الله اینا اصلا روزنامه نگار نیستن، نمیان آتش به اختیارایی که کنونی هستن. بعد برای اون اعلامیه صادر کرد و انجمن صنفی روزنامه برای خواست. این یه نمونه، این که دیگه هاشا نمیتونیم بکنید. خودشون و دوستانشون و همکارش از اون موقع تا الان یک کلمه درباره من حرفی نزدن، ننوشتن و از اون موقع ما رو بیکار کردن تو روزنامه هم بین خودشون تقسیم شده. و خیلیشون هم تا بادی از مخرج صادر میشه هنوز خارج نشده، یه عده در داخل خارج سریع منتشر میکنن و آراغ میزنن. این تقسیم بندی که هم ثروت، هم غربت، هم مطبوعات، هم رسانه، هم انتشار. آقا توی آقای مهاجرانی توی لندن نشینه، انتشارات هم داره. بعد میگه من از زندگی از انتشارات نوشتن بگیرم. خب
یا اون آقا اینجا مدافع حقوق بشر مشهور هم هست، خوشنام هم هست، هر حرفی که بزنه هنوز خارج نشده از دانش، تراوش قلمشون خوش نشده، مرکب قلمشون خوش نشده، می‌بینیم 100 جای داخل خارج براش آراغ میزنن و فلان میکنن. خب انتشارات داره، زندان هم رفته. خب اگه به من بعد من تمام این سالها کنیم، من سابقه قبل انقلاب، سابقه بعد انقلاب، سابقه قبل انقلاب در رابطه با کتاب، حالا مسئله اونش هیچی، در رابطه با کتاب اگر سابقه های من از بیش از اون نباشه کمتر نیست. من از سال قبل انقلاب همه اینا مستند هست، سند هست، یه جایی هم نوشتم، شما میتونید پیوسته این فایل ویدئویی برید مطالبش هم ببینید، مستندش هم ببینید. تمام اینا من نمایشگاه کتاب قبل انقلاب هم کار کردم، کتابدار کتابخونه بودم، فروشنده کتاب بودم، حتی به خاطر فروش کتاب نزدیک بود گیر ساواک بیفتم، دستگیر بشم. بعد انقلابم خواهرم تو مطبوعات نوشتم، اما رسما کار مطبوعاتی نمی‌کردم تا روزنامه سلام درست شد. بعد می‌بینیم که من هر وزیری اومد نامه نوشت، آقا من این سابقه و اینم کتابی که چاپ کردم و اینم سابقه نوشتم تو مطبوعات، چرا من نمیدید؟ این بهانه‌های کشکی. تا بالاخره این وزیر قبلی که حالا مدیر مسئول روزنامه اطلاعات نامه قبول کرد که ما بریم مراحل اداریش انجام بدیم. ما مراحل اداریش هم انجام دادیم، حتی گفتم باید بری اتحادیه ناشران اونجا قبول کنه که شما مثلا اونجا هم حالا یه چیزای فنی که اصلا حالا لزوم هم نیست ما یاد بگیریم. اونا خب یه کار خاصی که همه ما میگه آقا کتاب در این اندازه چاپ خودش میفهم یارو. اما به هر حال رفتیم کلاس هم رفتیم، قبول هم شدیم، همه اینا رو دادیم، سوء پیشینه هم گرفتیم، همه اینا. بعد همونجا خانمی که اونجا توی وزارت ارشاد بود گفت که باید آخر کار اداره حراست نظرنامه بده. گفتم خب پس معلومه. بعد میام بعد از مدت ها ما رو الاف کردن تا اداره حراست منو برد یه جای خارج از وزارت ارشاد، 2 ساعت بازجویی کرد. چی بازجویی کرده؟ همون اتفاقاتی که من توی زندانش رفتم، سال 65 که زندان رفتم، هفته دوره اونا رو دوره مورد سینجین کرده، یا سال 78 که من بعد از روزنامه تعطیل سلام دوباره زندان رفتم، دوره مورد سینجین کرده. بعد یک وصله های ناجور، مثلا شما تعهد بدید که با سازمان مجاهدین خلق همکاری نداریم. چه مجاهدین خلقی؟ تو تمام چیزای من مشخصه که من چه نظری چه عقایدی دارم، چه چیزایی نوشتم، به چیزای بیخود. بعد همونجا هم میگه که خانمی الان اومده اینجا زمان 18 سالش بوده، نمیدونم مال منافقین خلق بوده و از این حرفا. بعد ما حالا چون دیگه گذشته ما بهش دادیم کارشو، مجوز بهش دادیم. بعد به این توجیه، بعد به من میگه خب من نظر خودم هم مثبته. بعد از 2 ساعت بازجویی اینا حرفا، این بازجویی این چیزای که بازجویی همون چیزایی که تو من سال 65 پس داده بودم، زندانش رفتم، سال 78 پس دادم، زندانش رفتم، یه چیزایی من درآوردی. خب بعد خودش هم میگه خب حالا من نظر خودم مثبته، اما خب باید نظر کله. بعد میگم که اداره حراست موافقت نکرد. خب وزیری که اختیارش از اداره حراست چه وزیریه؟ همه وزارت، همه یعنی اداره حراست کیه؟ افرادش کیان؟ بعد میبینی کتابای امثال ما به اسمش نویسندش نگاه میکنن، میبینن آقای فلانی، اگه کتاب که سیاسی و چیزی اصلا نخونده میگن مجوز نمیدیم، یا کتابی که بالاخره نمیتونن بگن مجوز نمیدی، هی انقلت میارن. مثلا همین کتاب عشقخانه برای یک کلمه مذهب عشق ما رو آخرین سانسوری بود که کلمه مذهب عشق وردان مثلا. حالا هر کدام کتاب چند سال طول کشه چون ما پولی نداریم، میگن نویسن که نه باید پول بده، که باید پولی هم بگیره. حالا ما که پولی نمیگیریم، اما خب حالا چون خودش انتشارات داره ترتیبش میده، ما هم هیچ مجبوریم قبول کنیم. همه این چیزا شده مال یه عده خاص داخل. بعد میبینیم داخل خارج هماهنگن. سکوت. شما که سکوت میکردی بالاخره نمیتونی یه روزی بالاخره پرده ها میره کنار. شما سکوت کردید، میگی مدعی نیستید. اون که مدعی نیست که خب میگه من مدعی نیستم. شما چرا سکوت کردی؟ اینطور نیست که من حالا بذارم بگم حالا چیز کنم کوتاه بیام بگم حالا خب ولش کن، نه حالا
دوستانن و رفقان و فلان. نه، اگه به عقاید اسلامی و خدا و پیغمبر قیامت اطاعت که حق الناس گردنتونه، اگه هم به آدم اخلاق مدار هستید و حقوق بشر از این حرفا و چیزا، بالاخره یه روزی معلوم میشه، باید جواب بدید. من البته خودم دارم ویدیو ضبط میکنم از زمانی که از سال 65 از زندان بودم بیرون تا الان، همه اتفاقات رو مرور میکنم، ضبط میکنم و به موقعش هم منتشر، اگه لازم شد منتشر میکنم. حالا فعلا دارم ضبط میکنم. خب اونجا من دارم سریع حرف میزنم، اسم میبرم. آقایون باید توجیه کنن، جواب بدن. نیست که همینطوری زندگی ما رو نابود کردن با کمک سکوت اینا، البته با کمک مماشات اینا. خب اگه توری توته نیست و ماستم سیاه نیست، خب منم یکی مثل همین افرادی که توی فضای رسانه‌ای هستن. آقا طرف هنوز فه نگفته، فهش رفته فرازاد و همه جا هم منتشر میشده فلان میشه. خب رفیق بازی درسته، یه سرش رفیق بازی، باند بازی. من پاده و سمپات شما، من چی باید شما کمتر بوده که حالا مثلا بیام پاده شما هم بشم؟ چون اگه فرض بگیم این نه، اگه فرض بگیم این نیست، پس یک جای دیگه بهتون سفارش کرده. جواب این سفارش باید بدی. بالاخره همه اینا ممکنه باشه، همه هست. اینطور نیست که ما پشت عب بمونه. من حالا حرف نمیزنم یا مثلا شما با شنود تمام زندگیمون رو رصد کردید، هی آزار و اذیت، هی آزار و اذیت، ما رو بیکار کردی، از نون خوردن انداختید، از همه چی، از هر یه انتفاع انداختید که چی؟ که کاری نداشته باشیم یا عمله این اون بشیم. نشدیم، نمیشم. دوره این چیزا گذشته. حالا همه چی ضبط میشه، میتونه بره ثبت در دیار. اگه الان شما محدودش هم میکنید که مثلا یه عده محدود بتونن فقط ببینن که نصفش هم یا خونسان یا آدمای شما، فرض بگیریم، این نیست که نمیونه. همه این چیزا که من نوشتم هست، سر جاش هست. اینطور نیست که ما پشتم به وقت سیاه روی باشد آن که در رو قش باشه. اونایی که از این جنایتکارا، از این وضعیت کوتاه اومدن، حمایت کردن، سکوت کردن، اونا باید جواب پس بدن. اون که آدم میکشه، سلاخی میکنه، فلان حرف میزنه، علنا میزنه، خیال نیست شما اون مدعی ها بگم آقا شما چرا از اینا در رابطه با من سکوت کردید؟ اگه به خاطر منافع باندی و شخصی و حزبی و فامیلی خودتونه که خب مفت نمیارزید، کمی از اون نداری، چون واسه این چیزا داری حق ما رو ضایع میکنید. اگه از حرفشنایی از این حرامیان شروع کننده و غیره به دست آوردید، خب باید جوابگو بشید. اینه که حالا این کتاب به هر حال تازه چاپ شده، برید حداقل اگه نمیخریدید برید تو سایتش ببینید هست، هم که من چیز دادم، آدرس دادم، برید کتاب میتونید بخرید. حالا اگه هم نخرید به عنوان یک حرکت نمادی برید انجام بدید، ببینید اصلا هست. میگن کتاب واقعا وجود نداره، نمیدونم تو انبار نیست. اون کتابا رو که اون سه تا کتابایی که خب سه تا کتابش که خب انتشارات آوای کلار چاپ کرده، اون سه تا کتاب هم که خب به این وضعیت اینجوری پیشگی جای خاصی نیست. خب توی ما خودمون باید اینجوری کم و بیش بفروشیم یا مجانی بدیم تو خونه خودمون کتابش. اینا که میگن انتشارات اینترنتی، تو کتاب فروشی هم نیست. جالب این که کتاب باید کتاب فروشی باید دیده بشه بالاخره. حالا میگن اینا توی اینترنتی میفروشن، شما برین امتحان کنید، میتونید بخرید یا اصلا نمیخواید بخرید، حداقل برین امتحان کنید ببینید اصلا همچه آدرسی هست، همچه چیزی هست، همچه فروشی هست. به هر حال من نمیخوام زیاد طولانی بشه، فقط در تو با این کتاب حرف زدم و یعنی مطالبمو می نویسم فعلا. حالا درست محدودش کردن و با همون جریان سازی و باندگرایی و حزبگرایی و گروهگرایی فیلم فضایی که حالا برای چیزای معمولی زیاد چیز میکنم، برای چیزای مهم و تمام نوشته های منم همش میشه ریفرنس میتونن بدن، میتونن استفاده کنن. چیز معمولی هم نیست. حکایت حکومت ولایت فقیه
داستان روحانیت چند سال پیش، چنین روزی در چند سال پیش، نه همه چیزاییه که من نوشتم و همه میشه ریفرنس کنن. شما بگردید ببین کسی از من این چیزا رو منتشر کرده یا نام برده، جز اینکه خودم این کار کردم یا فرستادم. و آقایون یعنی چی؟ یه جای کار عیبه. اگه من بگم فلان میگن توهم توته، اگه بگم و رفیق بازی که همش که نمیتونه رفیق بازی، خود ظاهر کردن خودشونه. من که ظاهر نمیشم که، منم که کوتاه نمیام. اصلا من فرض گرفتن همش این چیزایی که من صحبت میکنم و مینویسم و اینا فقط خودم میبینم و چند نفر خاص، اما میمونه تو دوره این چیزا نیست. تا کی میخوای مثلا ما از همه چی معلوم کنیم؟ بیکارم کردین چند سال آزگار که عمل این اون بشیم که نشدیم، پادوی این اون بشیم که نشدیم. حالا مثل خر تو گل گیر کردید، ای ما از همه چی محروم میکنه، ای با آزار و اذیت، آزار اذیت. هیچ کس هم مسئولیتشو به عهده نمیگیره. بیا بگیره باید رسما اعلام کنن، نمیگیرن. چون یه پشتوانه داره، یه سری سکوت کردن. با خاطر اون سکوت، خب اگه به هر دلیلی به شما گفتن که سکوت کنید، لابد یه توجیه قوی دارید، اما بفهمید اشتباهی. اینا آزارشون بیشتر میشه، محرومیتشون بیشتر شده. کتاب باید فروخته بشه، معلوم نیست کجا فروخته میشه. چند سال هر کتابی چاپ میشه، گیریم که اصلا کتاب هم بی ارزش باشه. شما بذارید به طور عادی اتفاق بیفته. شما این کتابو نذاشتین فروخته بشه، 3 جلد بوده، این کتابو نذاشتید فروخته بشه، نذاشتید. من نوشتم، برید نوشتهام اگه میتونید دسترسی دارید بخونید. کتابای دیگه هم مجوز نمیدید. آقا من کتاب نامه جنگ در رابطه با جنگه، چرا شما که مدعی هستید در رابطه با جنگ کتاب چاپ نکردید؟ از سال 86 تا حالا توی اداره سانسور مونده. و کتابای دیگه. چون خب من بنیان مالی که ندارم، من حالا معیشت خودم هم لنگم، چه برسه که حالا خودم پول بدم بابت کتاب چاپ بکنم. اما به هر حال یه جوری دستیم چاپ کنیم چند تا هم کتابو. ظاهرا دیگه این کتابم که کدام راه چاپ شده میتونه باشه آخرین کتاب تو این وضعیت فلان، باید ازش بگذریم. حالا ما به هر حال کوتاه نمیایم، مینویسیم. این چیزی نیست که محدود بشه، از بین بره. برای ثبت در تاریخ هست و میمونه تا سیاه روح شود هر که در او غش باشد. و سلام. محمد شوری، 25 مهر 1402.